حالا در کیسه‌های پیر معرفت حضرت شیخ سعدی رحمت الله علیه آمده است که میگه که باره مسجد میرفتم، افضالی نداشتم مسجد بروم. بعد گفتم پروردگار این مردم این میلیون ها اینقدر زیاد دارن، ثروتمندن، ولی که من پای افضالی ندارم که مسجد بروم. و روان شدن طرف مسجد. در راه دیدن که در کشتزار یک انسانی تا زانو پایش نیست، در زانوهایش چرم بستگی است، داخل اون زیارت کار میکنند. هر یک قدم میزند الحمدلله، خدا را شکر، الحمدلله میگه، حرکت میکند، زحمت کشیده صورت محنت میکند، حوصله‌اش میگم دارد، جمع میکند دیگر، لیکن هر نفسش ذکر است. شیخ سعدی رحمت الله علیه میگه که چنان خجالت شدم که چند روز خون پیشاب کردم. ضربه معنوی شخصای عارف، شخصیت‌های عارف، شخصیت‌های با تقوا و پرهیزگار خدا ترس، ضربه‌های معنوی می‌خوردم، تاثیر در بدن که من پادارم. شکری کردم، گفتم که پروردگار مردم اینقدر دارنده است، من را ببینید که تا زانویش پایش نیست، در زانوها چرم بسته است و حوصله‌اش میگم دارد و هر ذکر هر نفسش ذکر پیشو کردن. پروردگارو در از این مزنی عمیق میدانم پروردگارو که هر چیزی هم را که گرفتی به عوض نمیمونی. پروردگار هر چیزی رو گرفت عوضش میدهد. پدرت میگیرد عوضش میدهد که فردا روز قیامت بعد میگه این مقامی در جنت در عوض مصیبتی که پدرت رفته بود، این مقام در جنت در عوض مادر عزیزه که در دنیا از پیشت رفته بود، این مقام و این باغ و بستان و قصری در جنت در عوض این، یعنی جگرگوشه که در دنیا در پیش چشمت گرفته بودیم. انسان مسلمان آرزو میکنه که پروردگار رو کاش همه زندگی مصیبت و وزنی میشه تا اینکه در اینجا این مقام‌های جنت هم بیشتر و زیادتر میشد. برای همین چرا بعضی‌ها وقت کشی دست میزنن؟ وقتی که یا بشودن یا به فرهنگن یا ضعیف ایمان هستن، ایمانی ضعیف دارن، ایمانی ندارن که اون رو تسلیت بدهند، دل برداری کنند و از داخل بگوید که ای مؤمن، ای مسلمان، ای فلانی، ناامید نباش، شیطان ناامید است، صبر کن، یک چند لحظه دیگری، یک چند وقت دیگری صبر کن، انشاءالله از طرف پروردگار یک مژده میآید، یک خیر و برکتی میآید. مدامی که انسان امید کند و پروردگارش میآید. برای کسی نمیآید که ناامید از پروردگار، مثل شیطان ناامید از پروردگار است، برای اون نمیآید. لیکن برای انسان مسلمانی که امید میکند به پروردگار میآید. چرا من با این همه باوری میگویم که میآید وقتی که پروردگار وعده خلاف نیست؟ پروردگار هیچ وقت وعده خلافی نمیکنه. پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار خود میگوید که فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. و چرا وعده خلافی کنه؟ انسان ها وعده خلافی میکنن به خاطر که از روی کبر ولی وعده میکنن، بعد میگه که خب وعده چی میاد؟ نمیکنم یا نمیدهم. یا اینکه از روی عاجز است، ناتوان است، ندارد، نمیتواند، خجالت است، میگریزد، وعده کرده است، نمیتواند، عاجز است. پروردگار نه کبر یا دارد، نه چی؟ نه عاجز هست. پروردگار هرگز وعده خلافی نمیکند. برای همین مؤمن باید، مسلمان باید هیچ وقت ناامید نباشد. مشکلی زندگی اومده پروردگار برطرفش میکند. پروردگار رو گوه همه اطرافت رو از خودت میگیرن، همه با تو مصیبت بد میکنن. برای چی؟ به خاطری که توجه به خودش کی. وقتی که همه احترامت کردند و همه بردارت کردند و همه نوازشت کردند و همه یعنی مغرور میشوی، ناامید از رحمت الهی میشوی و تکیه به امید به انسان ها میبندی. تکیه وقتی که تکیه از بندگان به انسان ها تکیه و امید بستی، از رحمت الهی
و از امیدی که باید داشته باشی از او محروم میشد، از پروردگار دور میمونی. مسلمان کامل باید که با هیچ نعمت مغرور نشود. قربان در اول صحبت گفتیم این حیات عبارت از خشیه و مصیبت ها هست، عبارت از نعمت ها و وزنینی ها هست. مسلمان باید در نعمت هایش مغرور نشود و در وزنینی هایش ناامید و مایوس نشود. همیشه مؤمن باید بین یعنی ترس و امید زندگی کند. وقتی که بین ترس و امید زندگی کرد بنده مؤمن کامیاب دنیا و آخرت می شود. یعنی همیشه از عذاب پروردگار بترسد و از رحمت پروردگار به امید باشد. هر چقدر گناه هم کردی ناامید از رحمت الهی نباش. چرا پروردگار خود میگه که اگر در گناه اسراف کاری هم که کردی یعنی از حد گذرانیدی ناامید از لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی ناامید نباشید. توبه کنید، من قبول میکنم. میگه تو 5 ثانیه 5 دقیقه پیش از مرگ اگر پشیمون شدی که پروردگار من در غفلت، و هر انسانی همون ملحد همونی که خدا را انکار میکنه تمام گناه تمام معصیت گناه انجام داده است. یک چند لحظه پیش از مرگش اگر بگه پروردگار من را شیطان غافلگیر کرد، حالا من ایمان و مسلمان شدم، توبه کردم، کلمه عرض کنم لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، پروردگار توبه نصوح کردم، من رو شیطان غافلگیر کرد، من ضعیفی و عاجزی و ناتوانی و نافهمی و بی‌درکی ام، یعنی این همه معصیت انجام دادم و رو توبه کردم. اگر 5 دقیقه پیش از مرگش هم که باشد همین به دردش میخورد. هیچ وقت باید انسان در عموم بلکه مسلمان ایمان دارد باید همیشه تکیه و توکل و امید به پروردگار داشته باشد. هیچ وقت باید از پروردگار امید نباشد. هر چقدر که و در زندگی وزنی آمد همون قدر اجر و پاداشش عظیمتر و بزرگتر می شود.